عمرجان کجا میره بچم؟ ازبکستان. برای چی؟ برای طبابت؟ انشالله ساز میشه ها؟ حاجی کجا درد کردسته؟ از سرم. فقط سر درد میکنه؟ انشالله که ساز میشه ها؟ زیغ نمیشه دیگه ها؟ کلا میشه اوچجان تا نگاه میکنی همه او آدمایی که یاردمت کردن یاردمشون میکنی ها؟ انشالله سخت سلامت میایی ها؟ چی گفتن میخوری؟ ای همشون رحمت پلای کچن کتندم. ای ملادس رحمتی کپا کلان خواهی جان نغز رو نغز بیان دوجه رفتی رسیدی من در زنگ که اپای فرانوز من رسیدم. سلام به همه آن برادران خیرخواه که برنامه ما را پیوسته تماشا میکنند و با ما پیوستند. خب امروز آمدیم به خیر خوشکنی انا همین عمرجانی 7 ساله که چندین مرتبه من در سایت فرهناز لایف او را برنامه کرده بودم و چندین مرتبه دیگر در بیمارخانه قریه بالا خواب بود و برای شما پخش مستقیم کرده بودم، ویدیو کرده بودم هنگامی انا همین خون دادنش. خب همه شما میدونید که او 7 سال باز است از سرطان خونین عذاب میکشد و امروز زمان رسیده است که با دستگیری هر یک شما، با دستگیری پدرش، با دستگیری همه آن دوستان و برادران خیرخواه او را به شهر تاشکند یعنی به ازبکستان میبرند برای طبابت. بیاید از انا همین هنگام خیر خوش کردن از مادرش میپرسیم و با آنها صحبت میکنیم و بعدا آنها را گسیل میکنیم و خدا کند که از آن طرف ساق و سلامت به تاجیکستان بیایند. السلام علیکم. السلام علیکم. بچه مرجان چگونه است احوالی که چقدر شد که او را با یاردم همین برادرها با یاردم همین خلقی که با یاردم پدرش من میخوام که فرزندم با لیچنی برم به شهر تاشکند موقع پلی جمشید که ما با اونجا لیچنی برده استم 10 روزه. چگونه است حالتش؟ چی گفتند؟ اکازی هیچی نگفتن. ازی آنالیز شرایط کردیم گفتن خودشون بیاره. خچه بینیم که کودک چی حالای ما خیلی ایری کاغذی چی گفتن میتونیم. ازی ایجاد اپراتسیا گفتن شه من نکردم اپراتسیا. یا بار برم که ایجاد دیاگنوز شمونن چی میشه و بعد نصیب انشالله میبینیم خیلی با اومدن با نشون میتیم با چه حسیات دارید هنگامی که او را برده ایستیم به ازبکستان؟ نمیدونم. امیدوارم که بچه‌ام ساز شود ساق سلامت بیارم شه. همو حالتای دا یک ماه 2 بار 3 بار خون دادم شه نه خون شد آوردم شه با همش خواهش میکنم که تونم با دستگیری کنن یاردم کنن با یاردم پدرش با یاردم همشون با یاردم کنن که برام شه لیچنیش نغز بگذارم بیارم و خدا خواه با یاردم که نمیتونن کردم مقصد دعا کنم برای بچه‌ام که پگاه دستگیری مشوه پگاه آینده دستگیری مشوه در بری ما باشه ناامید نشم انشالله. انشالله شما به سر بلند میرین و دستی هر بچه‌تون میگیرن و میآین. ای همه برادرام هم ندارم که مرا یاردم کردن. هنگام سفر گریه نکنم چه من میدونم که درد فرزند چیه. خدا یگان مادر رنگی من نکنه ناامید نکنه. با نصیب انشالله برم بیارم شه ساق سلامت با نشان میدی مردم در خلق ده که نگن که همین کودکش نبرد مقصد پلی جمع کردن چون همش دست ماست موقعی که ما 10 روزه برده استیم از یک نمیدونیم که لیچنش چند قدم میتیه. ای همشون خواهش میکنم که با تونن یاردم کنن دستگیری میکنن. ماجان خودش چی میگه هنگامی رفتن؟ کی میره میگه چه خیلی میشه و بعد ایراد چه خیلی میشه من ساز میشم که مرنگی دیگه کودکا برام دا برم بازی کنم بگردم. از چه میرن در مکتب نخوندم مکتب نرفته دیگه وقتی آخری مکتب روی هم مونده. برای چه مکتب روی مونده؟ پوچه‌هاش نمیشه دیگه ای راهگردی مونده گایچ خیلی میبینی شه کودکی زداروی نکی خیلی نصیب مرسی باشه انشالله. از رای دراز میرنی عذاب نمیکشه؟ خیلی دستی الله آدم میسپارم شه برای سلامتیش باید برم شما. عمرجان چی میکنی؟ عمرجان رحمت بگم اجدا میدونی میره ساز میشه
ساز میشه میه بازی میکنی اکوش رحمت چی میگی هم آدمای اکایی که یاردمت کردن عمر جان چی وزیقی عمر جان چی وزیقی هم بچه بگو چی وزیقی گب زوخی رحمت بگو اکوشه بگو دعا کنیم از ساز شا عمرم بیام بچه جان خب برای شما راهی سفید هر آن چیزی که هست رفتن ویدیو کردن در بیمارخانه خواب کردنشان هر آن حالتی که باشد ویدیو کردن برای من فرستید ما در بیننده نشان میتیم و آمده رسید انشالله که باوری دارم که میاینده میگه فرناز بیا ویدیو ساق سلامت ما آمدن ساز شد کشکی کو انشالله در بین دوست دشمن دوام بچم در روی سفر گریه نکنید و آن برادران آن دوستان همه یک دو دستی دعا میبردارن که ساق سلامت برگرده. خوب دوستان عزیز انا این بود خیر خوشکنی با عمر جان که به ازبکستان میبرندش برای طبابت. ببینید که عمر جان خود در حراس است گپ نمیزند و باوری دارم که از آن طرفی که بر میگردن بعد از 10 روز بعد از 15 روز انشاءالله که ما به سر بلند و شما ویدیو میکنیم که عمر جان صحت شد و این بیماری سرطان خونین از بدن اون میرود و یک پسره که انا همین خیلی که میبینید از این در بخواه شده و مکتب میرود و درس میخواند و دیگر از بیماری شکایت نمیکند. خوب دوستان عزیز او را گسل میکنیم بعدا برمیگردیم به دیگر برنامه ها. خیر و نگفته نماند دوستان عزیز که من کارت آچه عمر جان خودش را میگذارم و رقم های خود آچه عمر جان را میگذارم. زنگ بزنید واتساپش را زنگ بزنید با آنها عمر جان میخواهید گپ زنید و اون نفری که میخواهند در ازبکستان با اونها صحبت کنند و اون نفر میخواهند که دست کمک دراز کنند به خاطر که آنها چقدر که پول از ما و شما جمع میشود به خاطر توبت انا همین کودک 7 ساله است و خواهش کنم که چقدر که میتواند دست کمک دراز کنه و اون نفرانی که نمیتوانند دست کمک دراز کرده خواهش دارم دست دعا بردارن تا ساق و سلامت از ازبکستان برگردن. خیر عزیزم. راستا باشم جخیم که خوشی بشی اومد خیلی دسته خیلی